علی جان سرت انقدر پایینه گردن در نمیشه یا نه؟ ببین دهنم داره سرویس میشه اینقدر گردن درده. خب نگاه این گوشی، این وضعیت کوله یک طرفه‌ای که انداختی، فعالیت روزمره‌ت هم که اکثرا پشت میزی. آره. این سه تا علت اصلی گردن دردته. خب چیکار کنم؟ یکی دو تا حرکت ساده بهت میدم که پشت میزم میتونی انجام بدی و وضعیت فوق‌العاده بهتر. بریم باشگاه. بریم. در حین فعالیت‌های روزمره یه تایم استراحت کوچیک گیر آوردی اینا رو انجام بده. اولین دستا رو قلاب کن یا پشت سرت. خب حالا سر رو به سمت دستا فشار بده. آفرین و چانه رو به سینه نزدیک کن. اینو برای 10 الی 15 ثانیه و برای 4 تا 5 بار تکرار کن. حرکت دوم دست رو از زیر صندلی بگیر. آفرین با دست دیگه قسمت بالای سر رو بگیر و به طرف مخالف کجش کن. این ناحیه باید یک کشش داشته باشی. داری الان؟ آره. عالی. اینم برای 20 تا 30 ثانیه و برای 3 الی 4 بار تکرارش کن. شمایی که پشت میز زیاد میشینین و احتمالاً در معرض گردن درد هم هستین این حرکات رو انجام بدین تا گردن درد سراغتون